سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سامان سرکی هستم از کوفاندرهای مجموعه الگوریسک. سال نو رو مجددا خدمتتون تبریک میگم. تو این برنامه قصد داریم در رابطه با مارکت طلا بیشتر صحبت بکنیم و مخصوصا صندوق‌های طلایی. توی سال 1403 که پشت سر گذاشتیم شاهد افزایش قیمت طلا و همچنین مورد توجه فاقدشان صندوق‌های طلایی بودیم. اما می‌خوایم امروز با یکی از متخصصین این حوزه، یعنی سینا کلانترپور عزیز، به عنوان مدیر یکی از صندوق‌های طلایی صحبت داشته باشیم. سلام سینا، امیدوارم که حالت خوب باشه و سال نو رو خدمت تبریک میگم. سلام، سینا کلانترپور هستم، مدیر صندوق طلای قیراط. منم سال نو رو به بینندگان عزیز تبریک میگم. ممنونم سینا جون. توی سالی که پشت سر گذاشتیم طلا حرکت سودی خیلی خوبی داشت، صندوق طلایی مورد توجه واقع شدن و رفتار خیلی جذابی داشتن. اما صندوق طلایی که داخل مارکت بورس ایران ارائه شدن هر کدوم مبتنی بر دارایی پایه مختلفی بودن. سال اول با که به نظرم خیلی ذهن مخاطبا رو هم درگیر کرده، با این موضوع می‌خوایم شروع بکنیم که صندوق‌های طلایی مبتنی بر شمش و صندوق‌های طلایی که مبتنی بر خود طلا هستن چه تفاوتی با هم دیگه دارن از نظر نحوه عملکردشون، نوع خرید دارایی پایه و عوامل دیگه که به نظرت میتونه نکات جذابی باشه برای بینندگان. صندوق‌های طلا وقتی میخوان داخل بورس عرضه بشن، دارایی متنوعی رو نمیتونن جذب کنن. یعنی فعلا فقط گواهی سکه است و گواهی شمش طلای 24 عیار که اخیراً گواهی سپرده شمش نقره هم اضافی شده. پس ما الان فقط میدونیم که صندوقامون بر اساس سکه و شمش هستن و تازه بعضیشون دارن نقره میخرن. صندوق‌های سکه محور اصولاً بین 50 تا 60% پورتفوشون رو سکه میخرن. حالا از این لحاظ بهشون میگن سکه چون بیشترین سکه رو دارن، ولی ما الان صندوق 100% سکه نداریم. ولی صندوقی که بالای 50 یا مثلا نزدیک 60% سکه داشته باشه رو بهش میگیم صندوق سکه محور. صندوق شمش محورمون هم تقریبا 100% شمشن، یعنی اونا اصلا سکه نمیخرن. الان 5 تا 6 تا از صندوق‌های بازار اصلا سکه ندارن. بقیه‌شون هم اونایی که مثلا بهشون میگیم صندوق شمشی ممکن 3% 5% سکه داشته باشن. اما اینکه بین اینا چی رو انتخاب کنیم بستگی به یه سری عوامل داره. اول اینکه مثلا سرمایه‌گذار چه استراتژی رو داره، میخواد فقط بازدهی طلا رو بگیره و ارزش سرمایه‌اش رو حفظ کنه، یا نه میخواد توی کوتاه مدت و میان مدت از طلا سود بگیره. اگر خب قصدش اینه که فقط ارزش سرمایه‌اش حفظ بشه و یه دارایی مثل خود طلای فیزیکی داشته باشه، خب صندوق‌های شمش محور بهترن، چون اونها هیچ وقت حباب ندارن. شمش طلا مثل طلای بازار میمونه، هیچ وقت حباب نداره، روند قیمتش با روند طلا یکیه. اما صندوق‌های سکه‌ای به خاطر اینکه سکه زیادی دارن و خود سکه حبابش معمولاً بالای 20%، باعث میشه که قیمتشون بیشتر از ارزش ذاتی طلا باشه و اینکه حباب سکه در طول سال کم و زیاد میشه. یعنی اون نوسانی که این صندوق‌ها میدن متفاوت است با صندوق‌های شمشی. پس اونی که میخواد توی کوتاه مدت و میان مدت از طلا بازدهی بیشتری بگیره میتونه صندوق‌های سکه‌ای رو بخره. یه نکته رو سینا اشاره کردی پیرو این که صندوق‌های طلایی که مبتنی بر سکه هستن 50 تا 60% موجودیشون رو به خرید سکه اختصاص میدن. ما بقیه موجودی این صندوق‌ها به چه شکله؟ یعنی 40% باقی مونده آیا بین دارایی طلایی پخش میشه یا نه؟ بله، اونم دارایی اونم گواهی شمش 24 عیار میگیرن. دلیلش هم اینه که عرضه سکه کفاف این پولی که توی 1-2 سال اخیر وارد مارکت صندوق‌های طلا شده نمیده. یعنی الان اونقدر سکه نیست که اون صندوق بخواد 100% سکه باشه، نمیتونه اون حجم پول رو ببره توی بازار سکه و ما عرضه خیلی خوبی توی بازار شمش طلا داریم و ناچارن اون صندوق‌ها مجبورن که اون مابقی پولشون رو گواهی شمش بخرن و احتمالاً در آینده نزدیک این حجم سکه این صندوق‌ها هی کمتر هم بشه، کما اینکه توی سال گذشته هم این اتفاق افتاد. یعنی مثلا صندوقی مثل عیار که یه زمانی 60% سکه داشته الان شده 20%. صندوق طلای لوتوس مثلا همینجور. اینا مجبورن که شمش بخرن چون عرضه سکه به حدی نیست که کفاف بده اون تقاضایی که توی صندوق‌های طلا هست. نکته که اشاره داشتی پیرو این بود که گفتین که صندوق‌های طلایی مبتنی بر سکه یا شمش طلا هستن و بحث نقره هم جوازش این روزا صادر شده.
آیا صندوق‌های در حال حاضر وجود دارن که ترکیب دارایی‌هاشون متشکل از هم شمش طلایی باشه هم شمش نقره‌ای باشه، با توجه به رویکرد و چشم اندازی که خودت اشاره داشتی پیرو این قضیه که با توجه به عرضه و کشف‌الهایی که سمت این صندوق‌ها داره اتفاق میفته و نبودن تعداد سکه کافی جهت پاسخگویی و باید میزان موجودی سکه طلایی کاهش پیدا بکنه، آیا این چشم انداز هم وجود داره برای اینکه شمشای نقره بتونن جایگزین بشن و وارد بشن تو این بازه زمانی؟ بله 100%، مخصوصا اینکه الان حباب شمش نقره خیلی پایینه و چشمانداز بازدهی نقره برای 5 تا 10 سال آینده به شدت مثبته. یعنی توی از طلا مثبت‌تر. بله توی محافل جهانی تمام مثلا سازمانایی که پیش بینی میکنن یه بازدهی چشمگیری رو برای نقره مثلا برای 5 سال آینده پیش بینی کردن. اما حالا برای صندوقا طبق مجوزی که بورس کالا داده فقط تا 5% پورتفولیوشون رو فعلا میتونن نقره بخرن. حالا شاید در آینده این بیشتر بشه. البته دلیلش اینه که نقره خیلی ارزونه. یعنی متوجه. برای اینکه اون صندوق بخواد اون حجم حتی همون 5% رو بخره باید مقدار خیلی زیادی شمش نقره بخره. یعنی این باعث پامپ و دامپ بازار نمیشه خودش، یعنی حجم پول خیلی زیادی بشه به صورت ناگهانی وارد بازار نقره بشه. بله دقیقاً. یعنی این ریسک به عنوان یکی از پارامترهای ریسک نمیتونه این گزینه لحاظ بشه. 100% این حجم تقاضا میتونه واسش حباب ایجاد کنه، اما خب هنوز سمت عرضه خیلی مشخص نیست چون این بازار جدیده. بله. گواهی نقره تقریبا چند ماهه که قابل معامله شده. اگر عرضه رو ساپورت بکنن شاید بشه گفت نه این اتفاق نیافته، ولی ممکنه هم همچین چیزی باشه. کما اینکه خود صندوق‌های طلا هم روی کردشون اینه که تا جایی ممکن طلا بمونن، چون اسمشون صندوق طلاست. بله. نمیخوان اون NAV صندوق به هم بریزه، چون به هر حال نقره دارایی دیگه است. بله. و نوساناتش تاثیرگذاره و خیلی از صندوق‌ها اصلا شاید کلا وارد نقره نشن، اما تا الان 3 تا از صندوق‌ها بودن که فکر می‌کنم نقره هم خریدن، اما به دلیل همون بخش عرضه که فعلا کمه نهایتا فکر کنم خیلی زیر 1% تونستم. یعنی با توجه به صحبتی که خودت داشتی و صدور جواز شمش نقره، ما یکی از چشم اندازهایی که برای سال 1404 میتونیم داخل مارکت بورس ایران رو شاهد باشیم ایجاد صندوق هایی که صرفا مبتنی بر نقره هستن یا ترکیبی از دارایی پایه نقره و طلا هستن رو هم داریم با این تفاسیر. و نقره میتونه به عنوان یک کالایی باشه که توی چشم انداز بلند مدت بتونه نظر سرمایه گذاران رو به خودش جلب بکنه. بله 100% خیلی هم جذابه و خیلی از شرکت‌ها فکر می‌کنم همین الان هم دنبالش هستن. یعنی مراحل حالا قانونی و مکاتباتش داره طی میشه و احتمالاً امسال ما صندوق نقره هم داشته باشیم، یعنی اولیش عرضه بشه و به نظرم اصلا به عنوان یه دارایی کالای خیلی جذابه. حتی صندوق‌های دیگه هم الان دارن ورود میکنن، صندوق‌های حالا سهامی یا صندوق‌های اهرمی، صندوقی مثل صندوق نهال که زعفران میخره الان ترکیبش داره بخش زیادش میاد سمت نقره و برای خیلی از مدیران سرمایه گذاری خود نقره به خاطر بازدهی که میتونه داشته باشه جذابه. یعنی حتی اگر به اندازه طلا هم بازدهی نده، چون یه جورایی یه فلز ارزشمند محسوب میشه، همین که تورم رو کاور میکنه و میتونه بازدهی حتی بیشتر از تورم داشته باشه هم خیلی جذابه. متوجه. اما سوالی که حالا خیلی مطرحه، بحث نحوه تغییر یا به اصطلاح کیورد تخصصیشو بخوایم به کار ببریم ریبالنس پورتفوی صندوق است که به چه شکله و نحوه تامین داراییشون به چه صورت اتفاق میفته. این رو هم اگر شفافتر توضیح بدین، یعنی به عنوان مثال صندوق‌های مبتنی بر طلا که حالا بر اساس شمش طلایی هستن یا بر اساس سکه هستن، این ریبالانس کردن نحوه تغییر پورتفولیوشون به چه شکله و زمانی که پول جریان نقدینگی کش فلو وارد این صندوق‌ها میشه، نحوه تامین دارایی پایشون به شکل خرید اسید به صورت فیزیکاله یا به صورت اوراقی هستش که تهیه میکنن. ببین پورتفوی صندوق‌های طلا بر اساس اون استراتژی که مدیر صندوق داره در واقع هدایت میشه و تغییر میکنه. حالا یه سری از صندوق‌ها سیاستشون اینه که پسیو باشن، یعنی فقط میخوان که طلا باشن و روند قیمتشون مثل طلا باشه. اما بعضی پورتفوهای مثلا بعضی صندوق‌ها هم هستن که مدیرشون رویکرد دیگه‌ای داره. مثلا
توی بازار نزولی ترجیح میده پول نقدش رو زیاد کنه. چرا؟ چون این باعث میشه که ارزش اون صندوق کمتر بیاد پایین بله. وقتی طلا میاد پایین. و برعکس بعضیاشون هم ممکنه مثلا توی بازار نزولی شیفت بکنن به بازار مشتقه، یعنی از اوراق مشتقه طلا استفاده کنن، چون الان هم بازار اختیار هم بازار آتی اوراق مشتقه طلا فعال هستش و اونا میتونن یه بخشی از اون پورتفولیوشون رو هج کنن که توی بازار نزولی مثلا اون قیمت صندوق کمتر پایین بیاد. در واقع این یه جورای مدیریت ریسک هستش که از سمت مدیر صندوق انتخاب میشه. حالا چه توی بازار نزولی چه توی بازار سعودی. توی بازار سعودی هم برعکس میشه، مثلا اون صندوقا نقدشون رو تقریبا صفر میکنن، تا قطره آخرش وارد طلا میخرن که تمام بازدهی طلا رو در طول مسیر کسب بکنن. حالا یه سری از صندوقا هم هستن زمانی که حباب سکه به کفش میرسه، یعنی مثلا حوالی 10%، تو سال گذشته ما به 9% هم رسید حتی حباب سکه، اونجا میان حجم بسیار زیادی از نقدینگیشون یا حتی شمششون رو میفروشن و تبدیل به سکه میکنن و ما توی 2-3 تا از صندوق دیدیم این اتفاق افتاد و توی بازدهی چند ماهه صندوق به شدت تاثیر داشت و اون صندوقا تونستن که بازدهی خیلی خوبی رو ثبت کنن، فقط به خاطر اینکه تونستن اون در واقع اون لحظه کلیدی داراییشون رو تبدیل به سکه کنن. الان حباب سکه بالای 20%. خب طبیعتا الان شاید دیگه بیشتر از این نشه یا نهایتا 1-2% بره بالا، ولی اون صندوقی که اومده سکه هاشو توی حباب 9% زیاد کرده، سود فوق‌العاده. آره دیگه الان بازدهی مثلا 7-8% یا حتی 10% اختلاف با یه صندوق مشابه دیگه داره. اما سوالی که برای خودم مطرح میشه این که به عنوان مدیر یکی از صندوق‌های طلایی که پیشرو هم داخل مارکت بورس ایران فعالیت داره، دیدگاه خودت برای مدیریت این صندوق رو اگر شفاف‌تر بگی ممنون میشم. آیا دیدگاه پسیو باید هولد یا این صندوق به صورت اکتیو مدیریت میشه و به چه شکل هستش؟ یه نکته دیگه هم که اشاره کردی رو توی صحبتت به شدت جذاب بودش در رابطه با بحث حباب سکه بود. خیلی کیورد عامیانه‌ای وجود داره پیرو این که قیمت سکه حباب داره تو این محدوده، اما این کف حباب سکه و سقف حباب سکه بر اساس حالا تحقیقاتی که خودتون هم انجام دادید به صورت حدودی هم اگر اشاره بکنی ممنون میشم. حالا سوال اولتون که بخوام جواب بدم، اون در واقع صندوق و مدیریت ما حالا داخل صندوق غیرات اینجوری که ما اکتیو هستیم، یعنی من توی بازار نزولی حتی پیش اومده تا 10% هم نقد نگه داشتم، چون اون سرمایه گذاری که داره میاد صندوق ما رو میخره انتظار داره که من برای اون بهترین بازدهی رو کسب کنم. یکی این که توی بازار نزولی من همیشه نقدمو بیشتر نگه میدارم و حالا اون طبق هر تحلیل و اون حالا شرایط اقتصادی که هست اتفاق میفته. توی بازار سعودی هم علاوه بر این که نقدمو صفر میکنم، توی بازار آتی هم مقداری از قراردادهای آتی رو میخرم. چرا؟ چون اون بازار اهرم داره و باعث میشه مثلا اگر قیمت طلا 2% بره بالا، اونجا اون دارای 20% بره بالا. البته یه محدودیت هم برای صندوق‌های طلا هست و حالا مثلا نهایتا 2-3% تا 10% میتونم این کار انجام بدم، اما به طور کلی ما توی صندوق غیرات سیاستمون اینه که اکتیو باشیم و دوست داریم توی بازار سعودی بیشتر بازدهی بدیم و توی بازار نزولی هم کمتر از ارزش صندوقمون کم بشه. راجع به حباب سکه هم، حباب سکه توی 3 سال اخیر سقف فکر میکنم 35% رو دیده و کفش هم تا قبل از اواسط سال گذشته 15% بود، اما توی پاییز به دلیل ضرب سکه های 1403 و اینکه اعلام شد که دیگه هر سال اون سکه ها با تاریخ جدید ضرب میشن، یه عرضه شدیدی رو توی سکه های 86 داشتیم و باعث شد که حباب سکه تا 9% هم بیاد پایین و خب این یه فرصت جذاب سرمایه گذاری ایجاد کرد. بچه حالا سرمایه گذارای حقیقی چه شرکت ها و حتی خود صندوق های طلا بودن که از این فرصت استفاده کردن و سکه ها رو بله گین خیلی فوق العاده. اما سوالی که مطرحه و خیلی به نظرم دغدغه میتونه باشه برای سرمایه گذاران بازار طلا، حالا چه به شکلی این که داخل خود فرهنگ ایران بخوان سرمایه‌شون رو از میزان تورمی که وجود داره حفظ بکنن، چه بخوان
باعث خلق ثروت بشن و سرمایه‌شون هم افزایش پیدا بکنه، در رابطه با اینه که نحوه بازدهی صندوق‌های طلا در مقایسه با طلای جهانی به چه شکله. ببین صورت مسئله خیلی راحت‌تر مطرح بکنیم. یعنی به عنوان مثال اگر شما راهی براتون وجود داشته باشه که بتونین پولتون رو تبدیل به حالا دلار یا تتر بکنید و بتونید از نماد طلای پکسچی داخل مارکت کریپتوکارنسی یا خود نماد طلا داخل مارکت جهانی بخواید خرید بکنید، توی این سایکل سودی که وجود داشته چقدر میتونستین گین کسب بکنید با توجه به ریسک هایی که وجود داره و مواردی که حالا از حوصله بحث ما میتونه خارج بشه و نحوه بازدهی خود صندوق های طلا تو این بازه زمانی چقدر بوده. و من خیلی هم خوشحال میشم که اگر در رابطه با نحوه بازدهی خود صندوق قیرات هم که به عنوان مدیر صندوقش هم در خدمت هستیم یکم بیشتر به ما توضیح بدی. ببینید اون صندوق‌های طلا به طور کلی تمام اون گینی که اونس طلا میده رو میگیره، اما یه نکته‌ای وجود داره. وابستگی قیمت طلای ما به 2 تا پارامتر، یعنی هم اونس جهانی هم قیمت ارز. پس میشه گفت توی بازه‌های کوتاه مدت و میان مدت پیش میاد که مثلا اگر اونس طلا میره بالا و قیمت ارز میاد پایین، صندوق‌های طلا اون بازدهی رو ندن، خیلی کمتر حتی بازدهی بدن. دلیلش هم حالا بیشتر کوتاه مدته، ولی آره کوتاه مدت یا مثلا در بازه چند ماه. اما در بازه بلند مدت که نگاه میکنیم، صندوق‌های طلا تمام گین اونس جهانی رو ضرب در اون قیمت ارز داشتن و کما اینکه بعضیش حتی بیشتر، چون صندوق‌های طلا میگم هم بعضیشون سکه دارن، هم این که خود صندوق‌های طلا توی بازارهایی که تقاضا خیلی زیاد میشه حباب میگیرن، یعنی ارزش خود صندوق طلا هم یه مقداری بیشتر، مثلا 1-2% بیشتر از ارزش ذاتی اون طلایی که نگهداری میکنه میشه. اما خب میگم توی بازه کوتاه مدت خیلی تاثیرگذار قیمت ارز، نوسانات قیمت ارز به صورت درصدی از اونس طلا یه وقتایی خیلی بیشتره. این اتفاق رخ میده. تو اخیراً هم همین اتفاق افتاده و این باعث میشه مثلا جایی میبینیم اونس طلا رفته بالا، قیمت ارز اومده پایین، اصلا صندوقا منفی شدن و حتی برعکس قیمت اونس طلا داره میریزه ولی قیمت ارز جامپ شدیدی داشته و صندوقای طلا مثبت شده. حالا تو کوتاه مدت میشه اینجوری گفت، ولی در بلند مدت قطعاً بازدهی کامل اونس طلا رو میگیرن و مثل همون چیزی که شما گفتین، اگه کسی دلار بگیره و بره توکن مثلا پکس گلد رو بخره توی مثلا بازه 1 ساله، به احتمال 99% از صندوق طلا هم همون بازدهی رو میگیره. و اینم به خاطر جنس اسید کلاس سکه‌ای هستش که صندوق طلا با توجه به حبابی که بهش اشاره کردی روش خیلی میتونن مانور بدن. صندوقی که سکه داشته باشه احتمالاً بازدهی بیشتری میده، ولی خب ریسکش خیلی بیشتره. بله. یعنی این توی اون بازه جایی که خریداری میشه و جایی که فروخته میشه میتونه بدتر هم باشه. یعنی اون بازه زمانی واقعا مهمه. یعنی اگر همون پاییز پارسال که حباب سکه شدیداً کاهش داشته، اونجا کسی صندوق سکه رو فروخته، بازدهی خیلی کمتری از اون کسی که صندوق شمشیر داشته گرفت. متوجه. اما در رابطه با صندوق طلای قیرات یکم یه سوالی برای خودم مطرح شده. با توجه به اینکه فعالیت این صندوق به صورت اکتیو هستش و حالا به شخصه برای خود منم فعالیت اکتیو تا فعالیت پسیو باین هولد خیلی جذاب تره، چون نیاز به یک پایپلاین خیلی قوی تری داره، پروسس دیتا داره و عوامل دیگه هم وجود داره. نحوه بازدهی صندوق قیرات تو این بازه زمانی به چه شکل بوده و چشم اندازی که برای بازدهی صندوق قیرات طبق برنامه‌ریزی دقیقی که مطمئنم برای سال 1404 خودتون دارید به چه شکل می‌بینید این قضیه رو؟ توی مدیریت اکتیوی که ما داریم توی صندوق قیرات، سعیمون بر اینه که واقعا یه بازدهی 4-5% بیشتر داشته باشه. حالا این چجوری اتفاق میفته؟ میتونم توی 2 دسته کلی بگم. یکی این که دارایی که انتخاب میکنم چی باشه توی لحظه‌ای که میخوام پولمو بخرم، چون صندوق‌های طلا ورود پولشون به صورت مستمر اتفاق میفته. و این که هیچ وقت نقده اونقدر زیاد نمیشه که مثلا ما صندوقمون بشه 30% نقد، مثلا 70%. طلا به مرور که اتفاق میفته، ما همون روزی که صدور میزنیم نهایتا چند روز بعد یا همون فرداش مثلا دارایی رو تبدیل میکنیم به طلا و نمیذاریم نقد بمونه. اما برای خود پورتفوی قیرات، چون من تمرکزم فقط روی شمش 24 عیار و نقره و بازار آتی، یعنی
خیلی من به خاطر سکه، به خاطر حبابی که داره اعتقادی متوجهم. بهش ندارم و دوست دارم صندوق قیراط کمترین حباب ذاتی رو همیشه داشته باشه. با توجه به استراتژی که توی بازار آتی داریم، پیش بینی خودم اینه که حداقل تا 6 ماه آینده 4 الی 5% بازدهی بتونم بهتری نسبت به خود روند قیمت طلا بگیرم. و اینکه حالا این نکته اولش بود که دارایی چه انتخاب کنیم، ولی نکته دوم قضیه اینه که دارایی توی چه قیمتی بخریم. حالا بله. من اگر انتخاب کردم مثلا نقره نقطه بخرم، ورود خیلی مهمه. نقطه ورود واقعا مهمه و این نیاز داره نه تنها من، هر مدیر صندوقی تحلیلاش به شدت آپدیت باشه، یعنی با اتفاقات روز دنیا جلو بره، اونس رو جدا تحلیل کنه، دلار رو جدا تحلیل کنه. چون مثلا من اگر با یه صندوقی همزمان توی یه روز 10 میلیارد ورود پول داشته باشم، اگر اون صندوق همون فرداش بیاد شمشو بخره گرونتر، ولی مثلا من برم چند روز بعد صبر کنم این شمش رو ارزونتر بخرم، توی بلند مدت توی بازدهی قطعا خودشو نشون میده. و برای خیلی از صندوق‌ها هم این اتفاق افتاده که یعنی هر صندوقی که تونسته باشه اون پولی که وارد صندوق میشه تو کمترین قیمت ممکن بخره، قطعاً بیشترین بازدهی رو میگیره. چون اختلاف صندوق‌ها همه در حد مثلا 0.1%، مثلا نهایتاً 1% توی بازه بلند مدت میشه و مشتری اینو نگاه میکنه، سرمایه گذار اینو میبینه و این بازدهی‌ها رو چک میکنه و خیلی مهمه که مدیر صندوق توی خرید دارایی دقتش مثلا در حدی باشه که بتونه میلیمتری کمتر بخره. یعنی دیدگاه شما رو بخوایم یکم حالا با پارامترهای فاینانشل بیشتر در رابطه صحبت بکنیم، برای سال جاری شما علاقه‌ای به ایجاد بتا برای بتای سنگینی برای صندوق خودتون نسبت به طلای جهانی ندارید و بیشتر به دنبال ایجاد یک ریترن مازاد یا همون آلفا هستید برای صندوقتون که بتونید پاسخگوی مناسبی برای کلاینتاتون باشید تو باز زمانی مختلف. دقیقاً همین اتفاق میفته وقتی بازار که همیشه سودی نیست. دقیقاً. مردم میان الان این چرخه رو میبینن، همه هم میان سنگین صندوق طلا میخرن، ولی این بازار روزای نزولی هم داشته، روزایی که مثلا 15% 20% بریزه داشته. و اونجا در واقع یه مدیر صندوق میتونه قدرت خودش و اون پایدار بودن ریترن هاشو نشون بده. اون هوش خودشو نشون بده، وگرنه تو بازار سعودی که همه برندن. بازار طلا دقیقاً هم به همین شکله. اما یه نکته اشاره کردیم پیرو این که حالا بر اساس استراتژی که خودتون دارید داخل صندوق گیرا دائما باید هر کدوم از دارایی‌هایی که مد نظرتون هستش رو رصد بکنید، اخباری که در رابطش میاد، تأثیرات نرخ بهره آمریکا که اعلام میشه روی این دارایی پایه هم مورد رصد قرار بدید. اما سوال اصلی اینه تأثیرات نرخ بهره آمریکا هر زمان که اعلام میشه روی انواع اقسام بازارهای مختلف، اهم از بازار استاک امریکا، بازار کامودیتی، فورکس و کریپتو کاملا واضحه. اما تأثیرش با توجه به تحلیل‌های عددی و کمی که تو بازار زمانی مختلف خودتون انجام دادید روی طلا به چه شکل بوده و میزان همبستگی تأثیری که روی طلا اتفاق میفته با صندوق‌های طلایی که طبق صحبتایی که داشتیم ممتنی بر شمش هستن، یعنی بحث حباب سکه رو ندارن، به چه شکل میتونه باشه؟ خب شاید بشه گفت این نرخ بهره آمریکا مهمترین عامل تاثیرگذار روی قیمت اونس جهانی طلاست. یه جورایی نرخ بهره آمریکا رابطه معکوس با قیمت اونس جهانی داره، یعنی وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکنه یه جورایی هزینه تامین مالی دارایی‌هایی که بازدهی در واقع سودده، مثل طلا یه دارایی سودده نیست، یه ارزش ذاتی داره، سود تقسیم نمیکنه، این هزینهش واسه سرمایه‌گذار زیاد میشه. برای همین در این زمانها سرمایه‌گذارا پولشون رو از طلا میبرن سمت دارایی‌های کم ریسک ریت، بازدهی بهتری دارن، مثل اوراق قرضه آمریکا. یعنی ریسکشون اونجا میبرن. برای همین وقتی نرخ بهره زیاد میشه ما میبینیم که تقاضا برای اونس جهانی کم میشه و قیمتش کاهش پیدا میکنه. و حتی برعکس، حالا وقتی هم نرخ بهره میاد پایین، کش فلو به سمت طلا بیشتر میشه، به سمت طلا بیشتر میشه و قیمت رو تحت تاثیر قرار میده. اما این تنها عامل نیست. حالا مثلا ما توی 2 سال اخیر فدرال رزرو توی چرخه انقباضی بود و نرخ بهره رو بالا هم برد، اما ما دیدیم که اونس طلا فکر میکنم یه 30% 40% رفت بالاتر. اینجا پای عواملی دیگه است، یعنی شرایط اقتصادی، شرایط ژئوپلیتیکی، مثلا تنش‌های اقتصادی که بین کشورها هست،
یا احتمال رکود اقتصادی. طلا حتی اگر احتمال رکود اقتصادی رو بو بکشه قیمتش شدیداً افزایش پیدا میکنه. چرخه‌های تورم آمریکا زیاد شده بود. اصلا یکی از دلایلی که نرخ بهره رفت بالا این بود که تورم آمریکا خیلی زیاد شده بود. و همینطور شرایط ژئوپلیتیکی مثل جنگ‌ها که ما 2 تا جنگ بله. بزرگ رو توی 3 سال گذشته داشتیم و همینطور حالا تحریم‌های اقتصادی که رو بعضی اقتصادهای بزرگ مثل روسیه اعمال شده، همه اینا عواملی بود که باعث شد قیمت طلا توی این 2 سال اخیر زیاد بشه و نشون میده که خود نرخ بهره به تنهایی عامل تاثیرگذار نیست. حالا مهمترینش هست ولی تاثیرگذار که به تنهایی بخواد قیمت رو تغییر بده نمیتونه باشه. یه طرف دیگه هم حالا دیتایی که این روزا خیلی شنیده میشه خریدای بانک‌های مرکزیه. بله. کشورهایی که اقتصاد آمریکا باهاشون وارد چالش شده مثل چین و روسیه توی چند سال اخیر به شدت طلا خریدن. یعنی تقاضای مخصوصا آسیایی طلا به قدری زیاد بوده که شاید بشه گفت مثلا 10-20% از این افزایش به خاطر همین خریدهای بانک مرکزی بوده. حالا در مجموع تمام این شرایط میشه گفت که باعث شده که اونس طلا یه روند انعطاف پذیری داشته باشه مخصوصا توی این شرایط. اما حالا من یه چشم اندازم بخوام برای 1404 بگم، ما جلسه‌های فدرال رزرو حداقل 6 تای دیگه داریم در ادامه سال و طبق شنیده ها میدونیم که نرخ بهره بالا رفتنش یه جوری منتفیه اما پایین اومدنش به یه سری شرایط بستگی داره. بله. اینکه نرخ تورم کنترل بشه و چیزهای دیگه. و من خودم پیش بینی میکنم که حداقل 2 تا کاهش رو توی سال جاری فدرال رزرو داشته باشه و این قطعاً به نفع طلاست و باعث میشه که قیمت اونس جهانی افزایش پیدا کنه و مسلماً صندوق‌های شمش محور بیشتر این تاثیر رو میگیرن چون اونا روندشون بیشتر با همبستگی داره با اونس طلا و احتمالاً یه گین خیلی خوبی برای اونس طلا و همینطور صندوق‌های طلا ما توی سال جاری داشته باشیم. و همچنین برای نقره هم امکان داره اتفاق بیفته. چون همبستگی قیمت نقره و طلا خودش به شدت خیلی زیاده. بله. به شدت بالاست و حالا شاید مثلا در حد 2-3% اختلاف داشته باشن ولی هر چقدر طلا میره بالا تقریبا نقره هم میتونه کاورش کنه مگر اینکه دیگه خیلی اتفاق خاصی بیفته در حد مثلا یه رکود اقتصادی خیلی بزرگ یا یه جنگ خیلی بزرگ که اونجا دیگه نقره نره بالا. ولی اگر عوامل اقتصادی دلیل بالا رفتن قیمت اونس طلا باشن قطعا نقره هم با اون بالا میره. که البته با توجه به شرایطی که و سیاستایی که با ریاست جمهوری جدید آمریکا وجود داره امکان ایجاد شرایط خیلی عجیب غریب خیلی دور از ذهن میتونه باشه چون انگار پایانی برای تمام جنگ ها هستش و شرایط رو برای افزایش قیمت طلا مهیا میکنه. حالا با توجه به اینکه طبق تحلیلی که خودتون داشتین بر اساس 6 تا جلسه بعدی که توی سال 1404 پیش رو هستش و امکان 2 نوبت کاهش نرخ بهره وجود داره، البته که قطعاً این کاهش نرخ بهره هم زمان میبره، ثابت نگه داشته میشه و از این دست موارد برای سال 1404 یکی از سوالات خیلی جنرال و کلی که بخوام بپرسم پیرو به این قضیه است که با توجه به دیدگاهی که راجع و تحلیلی که راجع به مارکت جهانی دارید و دیدگاهی که راجع به مارکت داخلی هم دارید چند درصد از سرمایه شخصی خودتون رو یا کلاً به نظر شما بین چه حدودی از درصد سرمایه رو باید وارد طلا کردش برای سال آینده، حالا به شکل حتی خرید صندوق غیرت؟ راستش الان با توجه به عدم قطعیت هایی که هست، حالا منم به همه میگم حداقل 40-50% از سبد سرمایه گذاری باید طلا باشه. حالا 40-50% شاید در حالت عمومی زیاد باشه ولی الان بازارهای دیگه تحت تاثیر عدم قطعیت هایی که قرار دارن بازدهی مناسبی ندارن. یعنی ما میخوایم هم جهش ارز رو کاور کنیم هم اگه میتونیم جهش طلا رو هم با اون حالا افزایشی که داره بگیریم. برای همین من خودم همیشه میگم 40-50% از پورتفولیو طلا باشه، اما این 40-50% همش صندوق طلا باشه من باز اینو به کسی نمیگم با اینکه خودم مدیر صندوق هستم، چون صندوق طلا هم میتونه ریسک هایی داشته باشه. اگر مثلا فشار فروش داشته باشه اونجایی که فشار فروش داره حبابش منفی میشه. بله. یعنی در واقع کاهش نو میشه.
به زیر ارزش ذاتیش میرسه، ولی طلای فیزیکی اگر آدم داشته باشه این اتفاق واسش نمیفته. برای همین از اون 50% که کسی میخواد سرمایه گذاری کنه داخل طلا، حداقل 20% مثلا میتونه طلای فیزیکی یا طلای آب شده داشته باشه واسه اینکه اون ریسک ها رو بیمه کنه. اما به طور کلی صندوق طلا خیلی جایگزین بهتری برای طلای فیزیکی به دلایل متعدد. با توجه به تعلق هایی که میتونه اتفاق بیفته، نقدچوندگی که میتونه وجود داشته باشه و اینکه صندوق ها به هر حال تعهدی دارن، ریسک نگهداری رو ندارن. طلای اونا توی خزانه بورس کالا تحت شدیدترین تدابیر امنیتی نگهداری میشه. به شدت برای ارزیابی اون طلایی که وارد خزانه میشه سختگیری هست، هر شمشی رو نمیذارن اونجا بیاد، هر سکه‌ای رو نمیذارن اونجا بیاد. خیلی نظارت دقیقی روی اون وجود داره و در واقع این همینه که باعث میشه که ریسک نگهداری طلای فیزیکی رو ما نداشته باشیم وقتی صندوق طلا داریم. در واقع خیالمون یه جورایی راحته، چون مثلا کسی که طلای فیزیکی داره اول به این فکر می‌کنه که کجا نگهداریش بکنه اگه حجمش زیاد شد. اگر طلا مثلا جهش مثبتی داشت خواست بفروشه، تا بخواد بفروشه بعد یه روز وقتش آزاد کنه ببره بازار، حالا اونجا چقدر کارمزد ازش بگیرن نگیرن. حتی تو بازار نزولی هم همینجور، چون اونجا خریدار کم میشه، مجبوره یکم پایینتر بفروشه دوباره با کارمزد بالاتر. نکته خیلی مهمتر اینه که کارمزد خرید و فروش صندوق‌های طلا تقریبا صفره، 12%. خیلی پایینه، یعنی خیلی پایینتر از بازاره. الان شما طلای آب شده بخوای بخری یا طلای دست دوم دیگه کمتر از 4-5% نمیگیرن، اصلا جایی وجود نداره که بخواد انقدر کارمزد مثلا کمتر بگیره. اینکه کارمزد صفره یعنی شما از روز اولی که صندوق طلا رو میخری هر چقدر طلا بره بالا تو سودی. ولی طلای فیزیکی اینجوری نیست، حداقل 4-5% باید طلا بره بالا که تازه ما سر به سر بشیم. تازه موقع فروش هم با توجه به چالشایی که وجود داره خیلی اذیت خیلی متعدد. این نقشه‌بندی واقعا عالی، یعنی تسویه‌اش هم همینجور تسویه تا شما وقتی صندوق طلا رو میفروشین فرداش پول تو حسابتونه، وقفه اتفاق مثل سهام نیست که 48 ساعت بعد تسویه مالی اتفاق بیفته. ممنونم ازت سینا عزیز و در آخر میخوام ازت خواهشی داشته باشم پیرو این قضیه که اگر نکته‌ای و مبحثی هستش که جا افتاد طبق صحبتایی که داشتیم حتما بگی و بتونن بینندگانم استفاده بکنن. راستش تنها نکته‌ای که برای سرمایه گذار همیشه دارم اینه که دارایی رو باید به قیمت بخرن. میخواد سهام باشه، میخواد صندوق طلا باشه، میخواد ارز دیجیتال، هر چیزی که باشه. چون توی بازار هیجانی میبینم که مثلا حتی صندوق خود ما رو با حباب 5% میخرن و بعد که این حباب خالی میشه زنگ میزنن به ما میگن چرا صندوق شما بیشتر از طلا ریخته. یه ذره اگر هر کسی سوادش رو بتونه افزایش بده و اینکه یه سری نکات رو یاد بگیره، فقط دارایی رو به قیمت بخره. یعنی ما دوست نداریم مردم ضرر کنه. حتی صندوق‌های طلا، من خودم به عنوان کسی که داخل صندوق‌های طلا میگم همیشه که دارایی رو باید به قیمت بخرید، حتی صندوق طلا، هر چیزی که میخواد باشه. ممنونم ازت، برات سال به شدت خوبی و آرزو میکنم و امیدوارم که مثل سالهای گذشته صندوق قیرات بتونه آلفا فوق‌العاده‌ای جنریت بکنه و باز هم تشکر بابت مطالب خیلی فوق‌العاده‌ای که در اختیار ما گذاشتید. من از شما ممنونم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادیم و بازم سال نو رو به بینندگان تبریک میگم. انشالله که سال خوبی برای هممون باشه. ممنونم، مرسی از شما، خدا نگهدار.